کمیسیون بلند سربخوی هلبجارتن و راپرسیل هرم کردستان اوفیسا دوک کنفرانس گل فرمانگه انگشتین پاریزگاه دوک اساس کرد. کنفرانس دانیترین پیشاتکار کمیسیون دهاتنه برچاف کردن. هر دیسان بحث الگرنگی و هبون و هماهنگیت نابرا کمیسیون فرمانگه حکومی دهاته کردن جبو سرخستنا پروسس هلبجارتنان. سرارای خواستنا هاریکاریش روبر انگشتی داخواست جهات کنن کت پروسس هلبجارتنا دا بلاین بند و بانگشه بو چه لاین سیاسی نکن و هاریکاریا چه کاندیدان جی نکن. داخواست وانا کرد دو تشت هاریکاریت مبینه. ایکش لایکی و آگاداری همی فرمان برات خوب کده و کو خیلی پال بدن چند تاکیدانا و خوب کنه و کو دا الروجا دنگدانه به بار نبرد. یعنی جی دورو برات خوشی حتی خزانت خوشی و کسو کارت خوشی آگادار بکنه و کو تاکیدانا و خوب بکن دال روجا دنگدانه به بار. واشلاکی دیده جیوه ما هر اجرا که هی ما بوانا دیار کرده و کو روجا دنگدانه کنه چیکار بوانا یاسایی قانونی تعلیمات جگرن الدایره وانا بهتا کردن چه تشجینه ایتا کردنه و او تشته کو قدغه نه ایتا کردنه و کی ما گویی پروپاگاندای چو کاندید ناچه بن دویره دا بکن هر وساجی ناچه بد چو فلیکس و تشتا الدام و دزگاهت میری پلاویسن اوه کاری که وساجی کرد اجراات ده برانبر ایناور کرد. برپرس فرمانگاه دوک یا کمیسیون بلند سربخوی و هلبجارتنان بیجید تانو که هیچ بریار و رینما یک بومن هاتیه که بحث الپاشخستن و هلبجارتن پارلمان کردستان بکد ام جیل سر کار خود بردوامین. حتی نو که چو فرمان بومن هاتینه آنجی چو تعلیمات بومن هاتینه کده اینا پاشخستن و ما کار خوب درستی کردیم و کمبینت مد بردوامن گل شریحه جواکی بو هنده کو معنیت هر برک و لسیهی نه دینا انجام دانه. پشتی بدو مایاتنا قوناغانی که نا تومارا دنگ در الیازدای و مهه ده کمیسیون دست بارگرتنا کارمند سر صندوق آین روژا دنگدانه کرد. پارزگاه دو که ده پترش 9000 کسان و کارمند هنه ورگرتن و هر کسی که حزل سر بیتشت پریکا فرمین الکترونیل سر تو را انترنت دا خوازی خو پیشکش کرد. پشتی کو اف کار نوکه نا تومارا دنگ در بدو ماهی تیده ده دست ورگرتنا فرمان براکین بو بونگهت دنگدانه او فرمان برجی نزیکال دهو که پارزگاه دهو که 9000 و نه یت کوته نورگتن اوا پشتی خل راهنان پیته نکنن ده چند بنگه حال بروجا دنگدانه ده حاضر بن هرچند پتریا لاین سیاسی بجن ام تاماده نه به هلبجارتنان لتنها دا او چنده بلاو بو یکود بید دوباره هلبجارتن پارلمان کردستان بهینه پاشه خستن تمام دم جدا کمیسیون مجیلی کارو برهوین خویه آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام دوک